سلام بچه ها، کنترل کردم. خیلی خوشگله واقعا. بعد حد به درد نخور، حالت چسبناکی هم داره. باید ببینم که چجوریه. سلام بچه ها، خوش اومدیم به یک ولاگ دیگه. امروز پنجشنبه است. دیروز یه بسته از دیجیکالا به من رسید، باید کنترل کردم که باز نکنم و امروز بیایم با هم دیگه اینو آنباکس کنیم، بهتون نشون بدم چیا خریدم. بچه ها من فکر کردم که دارم ویدیو میگیرم. من این بسته رو باز کردم و ویدیو نمیگرفتم، ولی این آیتمی که خواستم بهتون نشون بدم و له شده، چرا دیجیکالا اینو میفرسته له شده، این کرمای ضد آفتاب سان سیفه. خودمه دیگه، تموم شده. یه ضد آفتاب کرم پودریه که توش پرایمر هم داره و خب من به عنوان ضد آفتاب استفاده نمی کنم. این صرفا جهت یک کاور خیلی متوسط کمه برام. من شماره N15 رو گرفتم. سری قبلی هم همین گرفته بودم. رنگش با رنگ پوستم کامل اوکیه. براتون میذارم اینجا قیمتش رو. یه فینیشینگ ماتی بهتون میده. آیتم بعدی اینو گرفتم بچه ها. آبرسان راکوتن. کامنت ها رضایت بخش بود راجع به این و قبلا هم تعریفش رو شنیده بودم، ولی خب استفاده نکردم. استفاده کنم ببینم چجوریه. براتون قیمتش هم اینجا میذارم. کرم آبرسان مناسب پوستای چرب و مختلطه. این شکلیه. آخرین آیتم که تونر ژنوبیوتیک مدل آبرسان مناسب انواع پوست. اینم باز خیلی کامنت های مثبتی داشت. خیلی پکیجش خوشگله. پکیجش رو خیلی دوست داشتم. یه ذره کوچیک‌تر از چیزی بود که تو عکس دیدم انگار، ولی خیلی خوشگله. اینم قیمتش رو اینجا براتون میذارم. من تا حالا امتحان نکرده بودم، حالا اینم امتحان میکنم بهتون میگم. این بود خریدای من. گفتم بیام اینجا با هم دیگه آنباکس کنیم، به شما هم نشون بدم. سلام بچه ها، دوباره من رفتم یه ویدیوی کوتاه گرفتم، میکاپ انجام دادم که خیلی خوشگل شد. گفتم که الان بیام اینجا با هم، چون خواستم روغن تراپی انجام بدم بعد 100 سال. واقعا بعد 100 سال. آخرین باری که من روغن تراپی کردم برای موهام یادم نمیاد. گفتم که بیام اینجا با هم دیگه روغن تراپی کنیم، بعدش میخوام دوش بگیرم و اون خریدای جدیدم رو با هم دیگه تست کنیم. کلا این ولاگ جینگول پینگوله قیرتی بازی باشه، با حال خوش میگذره. میگم 100 سال روغن تراپی نکردم، منو باور کنید. این روغن رو میبینین، این روغن رزماریه بچه ها، و من وقتی که خریدم کلا یه بار یا 2 بار استفاده کردم. میبینین و دیگه زومم نشد. میبینین چقدر ازش استفاده کردم؟ شاید مثلا کلا 2 بار. اصلا یادم رفته اینو دارم.
خب بچه ها، من رفتم دوش گرفتم اومدم. الان دیگه وقتشه که محصولات جدید رو با هم تست کنیم. قبلش گفتم یه ماسک بذارم. میذارم یه ربع ساعت بمونه. این موند رو با هم دیگه تست کنیم ببینیم که چیکار میکنه عصاره بابونه و عصاره گل رز. اینجا یه دونه درپوش داره که این خیلی خوبه. اینو بدم این دوباره بسته میشه. از این پد به درد نخور استفاده میکنیم. اصلا پدش خوب نیست، اینو نخرین واقعا. آبرسانی حالا نمیدونم، چون من ماسک گذاشتم همچین حسی دارم که مثلا پوستم آبرسانی شده یا از تونر است. حالا باید بیشتر استفاده کنم. ببینیم که این کرم چجوریه. بافتش که واقعا سبکه، ولی رو پوستت که میزنی به این سبکی که انگار رو دستت حس کردی نیست. یه بافت سیلیکونی طوره، نمیدونم چجوری بهتون بگم. یعنی از اون آبرسانای آبکی که تا میزنی انگار میره تو پوستت. یه حالت چسبناکی هم داره، ولی خب این حالت چسبناک برای زیر میکاپ خیلی خوبه بچه ها. آره خیلی حالت پرایمر تور میده. میگم برای زیر میکاپ خیلی خوب باید باشه. حالا من نمیخوام میکاپ کنم ولی خب بچه ها، اینم از ولاگ آنباکسینگ و تست محصولات و از این قرتی بازی ها. اگه از این ولاگ ها خوشتون میاد حتما برام کامنت کنین بیشتر از این ولاگ ها براتون بگیرم. و همین، اگر که خوشتون اومد حتما لایک کنین، سابسکرایب کنین. تو ولاگ بعدی میبینمتون.